فکر کنین که دنبال خرید یه محصول هستین و اون محصول رو میایین در گوگل سرچ میکنین. حالا بین این همه لینک کدوم لینک رو انتخاب میکنین؟ یه لینک ساده مثل بقیه لینک ها یا یه لینکی که یه تصویر جذاب از اون محصول در کنارش داره؟ واضحه که تصویر جذاب همیشه میتونه تاثیرگذار باشه. اگر از تبلیغات گوگل ادز دارین در کسب و کارتون استفاده میکنین، بهتون پیشنهاد میکنم که با استفاده از افزونه ایمیج اکستنشن تصاویر جذاب از محصولتون به تبلیغتون اضافه کنید. حالا شاید براتون سوال باشه که چرا استفاده از تصویر میتونه اینقدر تاثیرگذار باشه؟ علتش هم این هستش که میتونه باعث بشه برند شما بیشتر دیده بشه، هزینه‌های تبلیغاتتون پایین‌تر بیاد و کلیک‌های بیشتری دریافت کنید. اصلاً برای مخاطب شما جذاب‌تره که محصولتون رو ببینه و بعد وارد سایت شما بشه. نکته مهمی که وجود داره اینه که حواستون باشه تصاویرتون واقعی، واضح و با کیفیت باشه. در ضمن حواستون باشه که تصاویرتون واترمارک نداشته باشه، متن اضافی نداشته باشه و بک‌گراند مناسبی داشته باشه. چون اگر اینطور نباشه گوگل اون تصاویر رو رد می‌کنه. پیشنهاد می‌کنم از این افزونه استفاده کنین و تاثیرگذاری تبلیغاتتون رو چند برابر کنین.